حمید. که یا الله خاص به خاطر رضای تو سخن تو را به این مردم میگم، الله تو دیش تاثیر بنداز، تو قلبای از یارا نرم بساز، تو توجه از یارا طرف سخن ما پیدا کن. اگرچه من اهلیتی از این سخن ندارم، الله تو دیش برکت پر تو. انسان وقتی گپش تاثیر پیدا میکنه که اینی گپا را به الله پیش بکنه، چرا که انسان خدا کلان نتراشه. الله کی توفیق بر داده، امی توفیق الله بر داده، تو نمیتونستی. سعی کنی لشکر است بر آمده، دمی موقع چی دعای جالبی میکنه، چی میگه؟ قالوا ربنا. الله اکبر. یعنی دوستای الله است، مجاهدین الله است، دعا کرده، قرآن نقل کرده. ما دعا را چه قسم بکنیم؟ بگوییم با طفیل و برکت فلانی، با جاه و جلال فلانی، با حق فلانی؟ نه، قرآن که هر جای دعای پیغمبر نقل کرده، از صحابه را نقل کرده، از مجاهدین نقل کرده، از ملائکه نقل کرده، ربنا گفته. ربنا یکی از جمله اسباب تربیت امیسته که ما در میدان جهاد پیروز باشیم، ما در میدان جهاد کامیاب باشیم، ما در میدان جهاد ثابت قدم باشیم. این اسباب تربیت است. او اسباب تربیت، یکی از جمله اسباب تربیت است. تربیت کی میکنه؟ الله. از او خاطر به کلمه ربنا اکثری دعاها را که شما میبینی به کلمه ربنا شروع میشه. این را میگه توسل به صفات الله. کدام صفت؟ امو صفتی که خیلی زیاد مداخله در کاری تو داره. اینجا در کاری از یا چی مداخله داره؟ الله یارا تربیت میده. چی رقم تربیت میکنه؟ قلبشان محکم میسازه، ثبات و پایداری اطمینان در قلبشان میندازه، قدمشان محکم میشه، استوار میشه، حالی از اسباب ظاهری دشمن نمیترسه. از او خاطر این اسباب تربیت است. به کلمه ربنا میگه افرغ علینا صبرا. تشبیه صبر به آب داده. الله تبارک و تعالی وجود ما را مال و پر از صبر بساز. مثل که آب از بالا بریزانی، حالت گرمی و سختی باشه و یک دم وجودی تو نشاط پیدا میکنه، مقاومت پیدا میکنه، الله همون قسم صبر سر ما بریزان. این دعاست. این را مردم میگه دعا، یعنی وجودی ما مکمل صبر باشه، چشمی ما، گوشی ما، پای ما، دلی ما استراب نباشه. و ثبت اقدامنا، ما را در این میدان ثابت قدم نگاه کن، مستوار دار اقدامنا، قدمای ما. تو نشه متزلزل سوا رو به فرار بکنیم. سعی کنی اول از درون شروع میشه، تا وقتی که مقاومت و صبر در درون پیدا نشه پای استواری پیدا نمیکنه، پای در حالت فرار میباشه. اینجا که یقین و ایمان کامل شد، حالی پای هم استوار است. بعد از او نصرتت میست، وانصرنا علی القوم الکافرین. ما را نصرت بده. بالای کی؟ نمیگه بالای دشمن. وجیش ذکر میکنه که یا الله بالای قومی ما را غلبه بده که وا کافر است، منکر از نظام توست. الله ما خو نظام تو را قبول داریم و وا منکر نظام توست. وجی کامیابی هم موجود است که ما در راه تو مبارزه میکنیم و وا نعوذ بالله منکر نظام توست. فهزموهم باذن الله. شکست داد امی طایفه کم با مو لشکر خیلی بزرگ، با مو لشکری که خیلی مقاومت داشت. ابو جهل با اون نیروی خود که با بسیار جوش و خروش، کلی مردم با بسیار جذبه برآمده بودن به خاطر نجات قافله خود، یک دم اسلحه خوب وقتی خود آورده بود، لشکر خیلی ورزیده. از امو خاطر که وقتی ابو سفیان برش اول روی که با ابو جهل که ما خو رسیدیم، سایه سالم رسیدیم، قافله در مکه داخل شده، پس بگرد. گفت نه، ما که ای پیروزی خدا جشن در آبی بدر نگیریم هیچ امکان نداره. یه جوش و خروش او را وادار ساخته بود. و او طرف پیغمبر 313 نفری که برای راگیری قافله آمده بود، حتی بعضی اسلحه را هم قط خود نآورده بود. این جره بیبی و اون جره بیبی، او اسلحه را بیبی، ای را بیبی، مقایسه بکن. لیکن ایمان جدا چیز است، عقیده جدا چیز است، نصرت الله جدا چیز است. قرآن میگه فهزموهم، شکست داد جالوتیا را باذن الله. اینجا کس لاف نمیزنه که من قهرمان هستم، من طوفان هستم، من فلان هستم. تاسف نیست. 4 روز فقط در سنگر دویدی، حالی دعوای ازیر داری که من در فلان رسیدم. آیا با ابوبکر و عمر رضی کسی لقب داده؟ آیا برای عثمان و علی رضی کسی لقب داده؟ فتوحات خیلی زیاد داشته. آیا عملی تو به خاطر کیست؟ به خاطر الله اگر باشه چی ضروری است؟ امروز مسلمانای ما حتی عبادت خود نمیفهمن. مسجد جور میکنه به نام شخصی خود، مسجد فلانی حاجی صاحب. حاجی صاحب مسجد برای الله جور کرده، چرا نام خود در این شخص در ایمان درویستی؟ این مردم کلش ریاست، کلش سمعت است، کلش خود نمایی است، کلش شهرت است. یقینا کسی که همینطور قدم مونده در دنیا همینطور برش حاصل شده، شهرتی شده، اما در آخرت هیچ حصه نداره. پیش آیت ما و شما تیر کردیم.
در می موقع اذن الله است، حکم فرمان الله است. و قتل داوود و جالوت. در بین افراد شخصیت برازنده که آینده الله ای را پیغمبر انتخاب میکنه، داوود علیه السلام موجود است در بین لشکر طالوت. مهارت جنگی خیلی، بعضی اوقات سبب کامیابی لشکری تو فرد میشه که یک فرد میباشه، لیکن سبب کامیابی لشکر میشه. رو به رو حمله کردن سر دشمن این گپ عادی نیست. دشمن که تو مواجه به شکست میسازی به می خاطر که تو از مرگ نمیترسی. وقتی دشمن میبینه که این آدم از مرگ نمیترسه آمده رو ایسته، رعب در قلبش پیدا میشه، مجبور است که میدان اعلا بکنه. هر جای مقاومت وقتی کامیاب میشه که اینطور مردم فداکار باشه. داوود علیه السلام مجاهد سطحی نیست، مجاهد ماهر است. پلخمان ازی تیر ازی طور به هدف نمیخوره، در 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 و اوهی فیر بکنه، یک مرمیش به جای فیر نمیشه. از او خاطر داوود علیه السلام از امی خوردی الله او را یک استعدادی چی را داده بود؟ جنگی. از امو خاطر آینده امو کارش هم چی بود؟ زره سازی، زره جور میکرد. آدم مجاهد بود. از امین طفولیت امین فکرش کلش مکمل طرفی چی بوده؟ جنگ بوده. از او خاطر هدف خیلی دقیق میزد، کی را هدف قرار میده. قرآن که داستانا را بیان میکنه اینطور خو نیست. آدم را کس نمیکشه، اینطور کس بکش که با کشتن از دو دیگه مردم دیگه یک دم بی سرنوشت شود. جالوت سرپرست است، پاچاست. داوود علیه السلام در عین میدان جنگ انتخاب میکنه که کلانش کدام است. جالوت خوب انتخاب میکنه، بعد از او فیر میکنه، در فرقی جالوت میخوره. با مجردی که جالوت میفته لشکر دیگه رای خود گم میکنه. سرکرده و قماندان در جهاد کشتن یکی از جمله رمزای پیروزی امو جبهه میباشه. تو هر کس نمیکشی، آدم عادی را بکشی کس خبرم نمیشه. کسی را بکش که او تنظیم میکنه مردم، ترتیب میکنه مردم، او در مقابل تو تحریک میکنه مردم. هر کس خود کشته نمیشه. ببینید این داستانای جنگی جهادی برای ما درس میده کدام جای مورد حمله قرار بگیره، هدف اولی باید کدام جای باشه، تلاش باید برای کدام جای باشه. با یک نقطه سبب پیروزی جنگ میشه. دیگه وقتا بزن 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 مرده ها میفته به هزارها، جنگ خاتمه پیدا نمیکنه. اما با یک نقطه از این معلوم شد که در بین لشکر طالوت کی بود؟ داوود علیه السلام، شخصی ماهر، شخصی که میفهمید دقیق که چی چیز مایه کامیابی ماست. هر قدر تلاش میکرد فقط جالوت پیدا کرده بود. قرآن کریم میگه و قتل داوود و جالوت، قتل که داوود علیه السلام جالوت. و آتاه الله الملک، الله برش داده بود به داوود علیه السلام الملک، پادشاهی، و الحکمت، پیغمبری، یا مهارت جنگی که در این صحنه او در کار انداخت. حکمت دو مطلب اینجا داره. یک مطلبش نبوت است، ها مفسرین همین ترجمه را میکنه، لیکن نه، بهتر ترجمه حکمت اینجا مهارت درست برای داوود علیه السلام که انتخاب کرد در بین جنگ کی را بکشه، بعد کی را از بین ببره که سبب کامیابی ما میشه. و علمه مما یشاء، الله تعلیم داده بود به داوود علیه السلام از آن چیزی که الله خواسته بود. زری ساختن برش تعلیم داده بود، فیر کردن برش تعلیم داده بود، دقیق فیر کردن که هدف خطا نکنه. این الله به داوود علیه السلام تعلیم داده بود. چرا؟ سر و کاری ازی چون در خاندان نبوت بوده، از امو خاطر سر و کارش خطی چی بوده؟ قتل جهاد و اسلحه بوده. امروز ما اولاد خدا در جای ازی که در سینماها میره، باید در روزای عید برشان میدانی نشانه زدن مقرر کنیم که نشانه بزنه، تیر بزنه. سعی کنه بازی ها کلش حرام است، مگر اسب دوانی حلال است، آب بازی حلال است، سنگ پرتافتن حلال است، دویدن حلال است، تیر اندازی حلال است. چرا؟ به خاطر که یا کلش ممد و وسیله برای چی است؟ جهاد است. افغانستان چرا پیروز شد؟ شما خبر داری؟ کلی افراد افغانستان از دو وجه، یا یک دم افراد جنگی بود. چرا؟ یک وجهی بود که کلگی عسکری کرده بود، کلگی نشان و تفنگ و گپا را یاد داشت. این رازی کامیابی ما بود. دوم شکاری بود. مردم افغانستان مردم شکاری بود، مرمیش به جا فیر نمیشد. وگرنه در مقابل او لشکرها ما چی داشتیم؟ هیچ مرمی نداشتیم. همین مرمی کفایت نکرد برای از ما، قطعا نمیکرد. جنگ شروع میشد و با میلیون ها مرمی فیر میکرد. مجاهد یک مرمی فیر میکرد، لیکن با جای فیر میکرد. حتی مشکوش میزدن، مشکوش یک داره چی هسته، ولی از تانگ امو تانگ چیسته، تانگ چلانش هم میزد.
او را میزد. این میگه مهارت جنگی. جهاد برای خود اینطور نیست. غوغا شور ماشور بخیزیم احساساتیشم بزنیم، یک مردم دکانا را خراب کنیم، میریم دور کنیم ما والا سری قرآن سوختانده نمیمانیم. حالا که اینطور میکنیم. تو دقتی قرآن چی کردی جناب؟ کی دقتی کتاب الله کدام روز برشیشتی که قرآن آداب برات نشان بده؟ بای میده کردن دروازه دکانای مردم تو کامیاب سری امریکا میشی؟ ها؟ تو او قرآن سوختانده تو در بغلت بگی. تو حالی بفهم که قرآن برای ما چی پیام داره. موضوع والله و برا را بفهمی، موضوع دوستی و دشمنی را بفهمی که تو یک دفعه زندگیت جور شود. زندگی ایمانی خود تو جور نمیشه که میری در دسترخوان قطش خدمت میکنی، نعوذ بالله تشنابایش پاک کرده رایستی، تمام وسایل ضروریش تو برآورده میکنی، کمپاینایش و قطارایش تو تیر میکنی و بعد از این میگه الله اکبر، نمازم میخونی الله اکبر. الله اکبر چطور است؟ تو میفهمی که دوستی با کافر چیست، معاونت با کافر چیست. این گپا را درک کردی؟ به این کتاب خود یک دفعه گوش بگی. غیرت سری سوختاندن به شعارا نمیشه. غیرت به سوختاندن به این میشه که ما قرآن پس مشعل زندگی خود بسازیم. یقینا ما تسلیم شویم به می کتاب. ابی رهبری ماست، رهبری زندگی ما کتاب الله است. لا اقل وقت برش بده. کجاست همون شورد حالا که قرآن سوختانده شده کجاست؟ در ترجمه قرآن دیده میشه همون مردم؟ نه، فقط همی قدر میکنه که در او زمان 10 نفر در زندان پرتن، 20 نفر تاوان اقتصادی بکنه، خود از زخمی بکنه، مردم از کار و بیکار بندازه، خیر و خلاص. چرا؟ احساسات است. احساسات نیست. قرآن برای درس میگه در تمام امور مهارت بکار است، سنجش بکار است، تربیه بشو. تو یک دفعه معلومات بکو، خب خدا براسان تا یک موقعی را که وجودی تو قیمتی شو. راستی هم یک شخصی باشی که دشمن از پیش تراس داشته باشه. از تو ما و تو آره مردم هیچ وقت دشمن حراس نداره. مردم میگه این مردم ایلجار است. ایلجار یک مرمی که در مابینشان فیر شوه باز کلشان در خانه های خود پنهان میشه، پرت میشه، در میدان هیچ کس نمی باشه. همونطور است. خب قرآنی در ساره برای ما میده. چرا جنگ جایز است؟ الله حکمت و فلسفه جهاد بیان میکنه. جهاد چرا مشروع شده؟ الله تبارک و تعالی ما را مامور به جنگ به این خاطر نکرده که ملکا را تسخیر کنیم، تمام نظام اقتصادی در کنترل ما بیا که کل مردم محتاج ما باشیم. به این خاطر جهاد نیست. جهاد به خاطر دفع فساد است. فساد چی است؟ بزرگترین فساد قایم کردن نظام طاغوتی و امروز با اصطلاح دموکراسی است که جهان پشت از او برآمده، تلاش میکنه، قربانی میده. ببینه چقدر شرم و خجالت است. او مسلمان، او برای دموکراسی، او برای مفکوری خود ساخته خود قربانی میده، مال مصرف میکنه، کدام منطقه را میگذاره، در کدام منطقه جنگ کرده رایسته به خاطر جا به جا ساختن قانونی خود ساخته خود، نظریه خود. او تو برای قانون الله لا اقل به ترجمه قرآن نمیشینی. چه قسم مسلمان خدا میگی؟ 60 سال از عمر تیر میشه، نماز میخونی، الحمدلله را مطلبش نمیفهمی. تو مسلمان هستی؟ دعوی اسلام داری؟ او برای دموکراسی خود مبارزه داره. امروز کلی رسانه ها را کمی میگیری، حتی مبصرین ما و شما، صاحب نظرهای ما و شما گپ از چی میزنه؟ از دموکراسی میزنه که دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی لکه‌دار میشه. تو چی میگی؟ کدام فرمانی الله است که لکه‌دار میشه؟ این بیدینی. او برای از مبارزه میکنه، او تو برای الله مبارزه نمیکنی که قانون الله قائم شود. در جهان همی دو جنگ است برادرها. اگر کسی خود فریب میده او جدا مسئله است، وگرنه جنگ سر همی دو نقطه است. دنیای کافر مکمل دست یکی کرده، به این خاطر دست یکی کرده که نظام اسلام از بین بره، قانون الله در سرزمین الله حاکم نباشه، قانون مردم حاکم باشه. اینا بدانه، اگر نمیفهمی بدانه. آینده زمزمه نکنه. دو مولای مصری و دو مولای افغانی و دو مولای پاکستانی شما را فریب نده که دموکراسی دو قسم است، یکی اسلامی است یکی غربی است. در اسلام دموکراسی حکومتی مردم هم میگن. مفهوم دموکراسی حکومتی مردم است، برای مردم است، بالای مردم است. در اسلام حکومت الله است، بالای مردم است، از طرفی کیست؟ الله است. این با هم خیلی فرق داره، خیلی تضاد داره، هر دو یک جای نمیشه. یک تعداد مردم ما بیچاره خدا فریب میده.
الا دموکراسی الا دموکراسی. ببینید جهان به می خاطر مبارزه داره. قطع شما نظام مردمی خود سری شما چی کنه؟ تطبیق بکنه، حاکم بسازه، خیر و خلاص. پارلمان کی کامیاب میشه؟ اونه وزیر داخله توسط چند رای؟ بگو یک رای. 26 رای شد. 126 رای مخالف شد. مجموعه نصف مجموعه 124 بود. اگر یک رای نمیداد اینجا چی میشد؟ یک رای کم میشد، 125 در اون جانب میماد، 125 در این جانب میماد. یک رای. دیدی؟ حالی در دنیا وقتی انتخابات تو میکنی مردم فاسد زیاد است یا مصلح زیاد است؟ برالا گپ است. تو 30 نفر است و 70 نفر است، رای از اون بالاست یا از تو؟ از اون خاطر کسی در رأس قرار میگیره که فاسد باشه. اینا بدانی تو چطور توقع داری؟ نظامی که اسلام مقرر کرده در او خیر و برکت است، او ایره باید ما باید بداریم. از اون خاطر جهاد برای محو فساد است. بزرگترین فساد قایم کردن دموکراسی در سرزمین الله تبارک و تعالی است. همین دموکراسی که به می مفهوم است. اگر کسی مفهومش تغییر بده، قطعا از ما نزاع نداریم که دموکراسی را مفهومش عیناً نظام اسلام بسازه. بگویا قانون تقسیم کند به دو قسم، یکی قانون وضعی یکی قانون شرعی. قانون شرعی وضعی مثل که ترافیک بری خود وضع کنه، موترها چه قسم استاد شوه، با کدام رنگ حرکت کنه، این گپا. این قانون وضعی است، ما و شما بری خود میسازیم. الله حواله به ما کرده. چرا؟ به خاطری که تاریخ به هم چی داره؟ فرق پیدا میکنه. اگر تو تقسیمات بکنه باز ما قطعش نزاع نداریم. اما دموکراسی با اون مفهوم هدف اینمی دنیای کفری و الحادی امروز است. اگر شرق است اگر غرب است، کلشان دسته یکی کرده. شما باور به الله بکنه با جز از جنگ اسلام دیگه چیز نیست. چرا؟ بوشی بدبخت از دانش نبرآمد که جنگی صلیبی است؟ برآمده. این گپ نیست. در بعضی اوقات از دهنشانی گپ خامخا برآمده نیست. این جنگ همون جنگ است. دلت مسلمان که حالی در هر آسیا که خور میکنی، آبی تا در کجا میپرتی، در کدام طرف قرار داری، چی میکنی، میفهمی هوشیار هستی یا نه که میگی نه اینطور نیست. جهان قیام کرده به این خاطر که اسلام محو بکنه. نظام اسلام باید نباشه، قرآن و حدیث باید نباشه. قرآن و حدیث بسیار دینار خوش داره. 1000 خانقاه را جور کنی هنوزم برات میگه خیلی خوب. سال مولانای بلخی را بگوی یک سال خود به نام مولانای بلخ مینامه. چرا؟ مولانای بلخ مردم از جهاد عملی منع کرده. او میگه نه، مثنوی مغز قرآن است، قرآن پوستش است. نعوذ بالله. خود کلام الله. او اینی گپا میزنه، مردم دعوت به اخلاقیات میده. اینطوری مرکزها 1 میلیون جور شوا و خوش داره. اینطوری اسلام خوش داره. چرا اسلام تقسیم کرده به نام اسلامی چی؟ افراطی و اسلام غیری. اسلام افراطگرایی و غیر افراطگری. اسلام تقسیم قبول میکنه؟ اسلام تقسیم داره؟ اسلام یک اسلام است، یک کتاب الله. من که میگم که نکنه بیایید دیگه به نام ننازی که حنفیستم شافیستم. بیایید خدا مسلمان بگی به کتاب الله و سنت رسول الله تسلیم شود، دست یکی بکنی، تفرقه ها را اوستو بندازی. جهان به می خاطر است. به الله قسم یادتان باشه که تفرقه ها اول نشأتش و بنیادش توسط یهود مانده شده. یادتان باشه. با الله قسم اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با پیروان خودی را گفته باشه که دنبال ما همینطور محکم بگیره که شافعی را لعنت بگوی، احمد حنبل گپش قبول نکنی، او را چپا کنی قولش. با الله قسم اگر این را گفته باشه یا این توقع را داشت، قطعا نه. خود تو گرفتی. تو چرا گرفتی؟ دشمن در مابینت کار کرده. ملا لباس سفید پوشیده لیکن خودش 20 سال در انگلیس تیر کرده. اینجا آمده قطعی تو زندگی کرد، تو را برای تو نماز داد، خب برای تو چی درس ها را داد؟ از قرآن و حدیث دور شدی. قرآن و حدیث بس یک کتابی است، کتابی ثواب پوشا برش داده شود، تعظیم شود، خیر و خلاص. ترجمه میشد، درس داده میشد. مردم از کجا حقیقت دینی خدا بدانه؟ ما خو که بعضی علما را زیاد رد میکنیم، به می خاطر میکنیم که نکنی علما یک کمی بیدار شوی، هوشیار شوی. بالله قسم این دسیسه اول ابتدا از طرف یهود شروع شده برای شاخ کردن مسلمانان، که مسلمانان یکی نباشه، از قرآن و حدیث دور باشه. این را یاد داشته باش.
مدرسه دیوبند بنیادش بفهمی که کی گذاشته. این که علمایش به اخلاص خدمت کرده. جماعت تبلیغ بنیادش کی گذاشته. این که علمایش به اخلاص کار میکنه جدا مسئله است. اما این را بدانی که اصل بنیاد از کجا شروع میشه او چرا بنیاد نهاده شده. مدرسه دیوبند مدرسه جور شد، نصاب مقرر شد، نصاب منطق و حکمت خوانده شد، قرآن و حدیث بیرون شد. از همون خاطر به نام نصاب نظامی مولانا نظام الدین را جور کرده، در بدر که طالبه و شاگرداره کل عمر در یک الکلمتوی کافیه تیر میشه. دوم ما شاگرد زینش قیل قلنا. اگر اعتراض وارد شود چی طور کنیم که اگر جواب بدیم در یک الکلمتو. شما باور به الله بکنی که شاگردا را بری خود در مدرسه ببینه، دمو زحمتی که شاگردا میکشن، نانی گدایی را جمع میکنه، 20 قسم یخ طعام ده سطلک جمع میشه میخوره، ولی این بیچاره 10 سال تیر کرده در کتاب منطق اورام در سلام یک کتاب است سبحانه ما اعظم شانه، در دو کلمه گریان آدم میاکی این استعدادا و این ذهنیتا و این اخلاص چرا صرف این طور واهیات میشه؟ چرا سری قرآن مصرف نمیشه؟ چرا سری حدیثی پیغمبر مصرف نمیشه؟ گریان آدم به الله قسم میاد. من خودم رفتم، خودم شاگرد برام میشیشت یک الکلمتو را 2 ماه درس میدادم، یک الکلمتو را. حالی پشیمانی میکنم که یا الله کاش که او استعدادی که در او زمان داشتم و در او زمان ما حافظ حدیث حالی میبودم، حافظ حدیث میبودم، چقدر خدمات کرده میتونستم. بازم از الله شکرگزار هستیم که در آخر عمرم الله ما را هدایت نصیب کرد، وگرنه در بدر بودیم. ملا در مدرسه که میخواندیم ملا کسی بود که منطق خوب میفهمید و 60-70 نفر شاگرد منطق پیشش میخواند. خلاص این میر از یاد خوش داشتیم. الله رحم کرد، با قرآن ما را آشنا ساخت، دوره حدیث کردیم، درک کردیم که دین کی را میگه. منظورم است برادر جوان و خواهرای جوان شما خوب درک بکنید دموکراسی لعنت است، مبارزه جهان علیه اسلام است. اسلام گای بر خاطر منافع شخصی و ملت و قوم و وطن جنگ ندارد. اسلام جنگش برای محو فساد است که فساد از بین بره. بزرگترین فساد قائم کردن لادینیت است، علمانیت است، دموکراسی است در جایی که نظام الله و دین اسلام. امروز همین حرکت های علمانیت شروع نیست. هوشیار باشه، بیدار باشه، زیرک باشه، بدانی دسیسه های دشمنه. معزی معاشا ما را فریب نده ولا خب معاش میده. دختری خود در فلان مستر روان میکنیم، در کجا کار میکنی؟ ما در فلان بخش هستیم، بخش ما ملکی است، بخش ما خدمت به مردم است. خود تو را به الله قسم تو نمیدانی که از امی بخش امی کافر چقدر فایده را میورداره، چقدر تبلیغات روان کرده، چقدر به اسلام توهین میکنه، تحقیر میکنه. تو نمیدانی؟ به الله قسم انجینر صاحب میدانی، دکتر صاحب میدانی، کلیتان میدانی. نکنه سر دین اسلام غیرت کنه، اینطور مراکز تقویت نکنه. الله از پیشتون سوال میکنه. باز رزق ما را الله در ذمه گرفته، یا میرسانه یا مرگ روان میکنه، میریم. لیکن پیش الله تبارک و تعالی شرمنده نباشیم. قرآن از همین خاطر میگه ولولا دفع الله الناس، اگر نمی بود دفع کردن الله مردم بعضهم بعضی از یارا به بعض توسط بعضی دیگرا لفسدت الارض، زمین یک دم فساد میگرفت، فاسد میشد، زمین خراب میشد. آبادی زمین توسط چیست؟ آبادی زمین توسط عزیز که نظام الله در اینجا حاکم باشه، مردم در زیر نظام الله زندگی بکنه. اگر در زیر نظام الله زندگی نباشه زمین چی است؟ خراب است. لفسدت الارض ولكن الله، لیکن الله تبارک و تعالی ذو فضل، خیلی صاحب احسان است، علی العالمین، بالای کل مخلوقات، سر کل مخلوقات الله احسان بکنه. یک گروه را پیدا میکنه دعوت دین میده. حال دیگه الله میگه اگر الله دفع نمیکرد بعضی مردم توسط بعضی، اگر علمای حق پرست کسایی که احیای سنت میکنه، زنده میکنه ترجمه های قرآن کریم، تفسیرها و تعلیمات قرآن، اگر این نباشد دنیا را یک دم مزخرفات میگیره، نام قرآن و حدیث مکمل گل میشه. خو الله یک نفر نه یک نفر پیدا میکنه. الله رحم بکنه شیخ پنجپیره، در صوبه سرحد پیدا شد، مبارزه کرد با وصفی که مقلد است. او بیچارم گیر آمده بود، خو از این خاطر، وگرنه خوب میفهمید که تقلید چطور است. خوب میفهمید که تقلید نیست. مثل که یک برادر برای من نوشته کرده بود، از او وارد دلیل میگرفت که یا این علما تقلید کرده،
نه از یا کده خب علما پیش تیر شده خود تقلید نکرده. بخاری تقلید نکرده، مسلم تقلید نکرده، ترمذی تقلید نکرده.